بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. اولی که برادر ما کریم الله سیقل عالم دین نیست، مفتی نیست، متخصص در علوم اسلامی نیست و مهارت در علوم شرعی هم نداره، زبان عربی را هم نمیدانه، تفسیر حدیث نخوانده و بلکه ما درست معلومات دارم که یک برقی است برادر ما و تلاش داره که دعوتگر باشه و مسائل بیان کنه، لکن اهلیت نداره، اهلیت علم و فتوا را نداره. ما براش به تماس شدم در این مسئله و گفتم که تو چنین فتوا داده، گفت ما اهل فتوا نیستم، فتوا ندادیم. باز امروز صحبت کردم که در کدام حدیث، در کدام اثر، در کدام روایت آمده که به جوانا رنگ سیاه جایز و پیرا ناجایز. ایگه از شکم خودشان گفتن در دین اسلام چنین چیزی نامده که به جوانا جایز و به پیرا ناجایز، بلکه رسول صلی الله علیه و سلم به حدیث صحیح ثابت میگه که وجتنی و سواد، رواه مسلم، از رنگ سیاه اجتناب بکنید. نگفته که حکم خاص است برای پیرا، برای جوانا رنگ سیاه جایز است. در اینجا سیقل یک روایت را ذکر کرده بود به معنایش، زیرا الفاظ حدیث خوانده نمیتونه اونا، لفظ حدیث نخواند، بلکه آدرس شد که حسین رضی الله عنه را وقتی سرش آوردن پیش عبیدالله بن زیاد، سری از اون مخضوب بال وسمه بود، وسمه به وسمه رنگ کرده شده بود. وسمه را ما براش گفتم که وسمه، ابن حجر اسقلانی میگه که وسمه یک نباتی هست مشابه با مایل به سوی سیاه، مایل به سوی سیاه و خود خالص سیاه نیست، مایل به سوی سیاه. یک دومی که بالفرض و تقدیر اگر می 100% هم سیاه باشه، باز اینجا سوال میشه که ما قول رسول الله صلی الله علیه و سلم را بگیریم یا عمل حسین رضی الله عنه را بگیریم، کدام میشه؟ و منهج کل جمعی است که وقتی حدیث آمد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، جایز نیست که ما حدیث را به خاطر قول صحابی ترک بکنیم، زیرا ما مکلف به پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم، نه مکلف به پیروی صحابه، زیرا الله سبحانه و تعالی به ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را روان کرده، نه صحابه را. و رسول الله صلی الله علیه و سلم معصوم است، اما صحابه کرام معصوم نیستند. لذا ما فعل یک صحابی را در مقابل قول پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش کرده نمیتونیم. این موضوع واضح و صریح است. او برادر ما ناخوان است کمی وجا مرچی براش مسئله رو میخواستم بفهمانم، لکن تعصب گرفت چه و گفت که اینجا آمده که به موسفیدا جایز است و پیرا جایز نیست، برای جوانا جایز است، در حالی که رسول الله علیه و سلم میگه در آخر الزمان قومی پیدا میشوند یخضبون بالسواد، که به رنگ سیاه رنگ میکنن. حدیث را امام ابو داود و ترمذی روایت کردن که به رنگ سیاه رنگ میکنن، به مثل جاغور کفترهای سیاوری، لا یریحون رائحه الجنه، بوی جنت در مشامشان نمیآید، یعنی حتی از بوی جنت هم اینها محروم میباشند. لذا وسمه ناجایز است. خینه و کتیم در احادیث آمده. وسمه که قسمی که اونا میگن سیاه کاملا سیاه ناجایز است، ولی اما در حدیث آمده که بهترین چیزی که شما توسط از اون مویتان را رنگ میکنید الحناء و الکتیم، خینه و کتیم است، بهترین چیز می هست. لذا از رنگی سیاه اجتناب کردن ضروری است و سیقل برادر ما اهل علم و اهل فتوا نیست، بلکه ما الحمدلله که یک طالب علم هستم، میفهم وقتی که صحبت میکنه زیاد خلاف دین گپ میزنه، لکن متاسفانه بیننده و شنونده هاش اکثرا مردمایی هستند که خودشان هم نمیفهمند، لذا فکر میکنن که البته برادر ما استاد و دانشمند است و پروفسور است. لذا ما صحبت ها را به زید برادرم روان کردم در تلگرام، صحبت که امروزشان داشتم و دلایلی برایشان گفتم، لکن قناعت نکردم. بعد از اون نمیدانم در لایف آمده بودن در فیسبوک، ما فیسبوک فعلا استفاده نمیبرم، نمیفهم. با ما گفتن که در لایف آمده بود چیزی گفته بود. انشالله مسئله واضح است. شما من حیث یک مسلمان حالی شنیدید که رسول الله علیه و آله میگه واجتنبوا السواد، از رنگ سیاه اجتناب بکنید. همین خطاب برای موسفید است یا برای کل امت؟ جواب شرمی است که خطاب عام است برای کلگی. پس وقتی که یک کس میگه رنگ سیاه برای جوانا جایز است، باید دلیل بیاره. و دلیلی که آورده اولی که در اونجا رنگ سیاه نیست، وسمه است، و دوم گبی که در اونجا فعل یک صحابی است و حدیث رسول الله علیه و آله نیست. والله تعالی اعلم.